درود دوستان عزیز. امروز مورخه 10/5/1403. اینجا کوه فردان یکی از کوههای خوش‌آب-و-هوای ایران، جزء کوههای زاگرس، استان اصفهان. این مسیر هم که مشاهده میکنید مسیر عبور اردوی علی مردان خان چهارلنگ بختیاری که در زمان رضا شاه با ایشون جنگید. اردویشون از اینجا عبور کرد و چند شبی را در همین جا که مشاهده میکنید بیتوته نمود و از اینجا به بعد بادی از چریکای منطقه و روستاهای همجوار روستای ما که همین روستای پایینش روستای وزوه همراه ایشون برای جنگ ایشون را همراهی نمودن و پس از چند روز راه را طی نمودن و به روستای زید رسیدن که اونجا با اردوی شاه درگیر شدن و پیروز شدن. و سلام علیکم.